خب اینم دختر ما. البته شما دختر منو نمیشناسی. دختر من آفتاب مهتاب ندیده است. دختر من تا حالا یه دونه اکانت هم تو شبکه‌های مجازی نداره. مگه نمیدونه بلاگر دنسی؟ بله بفرمایید. دختر من تا حالا 8 شب به بعدو ندیده، به غیر از اون شبایی که میرفت کلاس منجوق دوزی. همون شبایی که ساعت 2 میرفتی خونه. بفرمایید. دختر من تا حالا از من دور نبوده، البته به غیر از اون 3 روزی که رفت کاف. مگه نگفتی شمال بودین؟ بله بفرمایید. یه چیز دیگه هم البته باید بهتون بگم، این اشکال دختر منه. شما به امید خدا ازدواج کردید رفتید سر خونه زندگی خودتون، همه در و پنجره ها رو باید توری بکشید. اسکل ماسکل بابا. چرا جناب بفرمایید. دختر من حساسه، شبا پشه ها گردنشو کبود میکنن. خب